بذار بچه‌م از من بدش بیاد، بذار بگه تو مامان بدجنسی هستی. همه بچه‌ها گوشی شخصی دارن، چرا من ندارم؟ بذار اینو به من بگه. من نتیجه بلند مدت رو میبینم. من نمیخوام بچه‌م در معرض پورن باشه، در معرض خشونت باشه. قلدری آنلاین چقدر زیاد شده. من نمیخوام بچه‌م اینا رو تجربه کنه. همه اینا مسئولیتش با منه، نه بر عهده اون بچه کوچیک. من خودم باعث میشم که بچه‌م زودتر از سنش پورن ببینه، خشونت یاد بگیره، فحش رکیک یاد بگیره. اصلا چرا بچه زیر 13 سال باید گوشی دستش داشته باشه، گوشی شخصی داشته باشه؟ خود مدیر اینستاگرام گفته که زیر 13 سال اجازه نداره بیاد تو این فضا. خود مدیر عامل شرکت اپل آقای استیو جابز میگفت بچهای من گوشی ندارن. خود آقای بیل گیتس قول تکنولوژی میگه بچه من گوشی نداشته وقتی که حالا سنش پایین‌تر بوده. و نمیدونم چطور پدر مادرها راحت میگن آره بچه من گوشی شخصی داره. بچه تو توانایی دفاع از حریم خصوصی خودشو نداره. وظیفش فقط و فقط برای توئه. چرا؟ تو گوشی میدی دستش، قشنگ یه در بزرگی باز میکنی روش که چی پورن ببینه، در معرض خشونت باشه. وقتی پدر مادرها میان به من میگن که بچه ما خیلی پرخاشگره، تو مدرسه تمرکز نداره، اولین چیزی که به ذهن من میرسه میگم چقدر در روز گوشی دستشه. دیدن گوشی زیاد چی میشه؟ باعث میشه که ترشح ملاتونین تو مغز به هم بخوره. این بچه نمیتونه خوب بخوابه. تو یه روز خوب نخوابی وضعیت اعصابت چطوره؟ خب معلومه حالت خوب نیست، پرخاشگرتر میشی، تمرکز نداری تو مدرسه. استفاده از گوشی تاثیرش از سیگار بدتر.